سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران و خصوصا وطنداران گلم و محفلی های عزیز. هر جای که هستین جور و تیار و سلامت باشین و خداوند طاعات و عبادات شما عزیزان را و خصوصا عزاداری های شما را در این ماه محرم مورد قبول خودش قرار بدهد. خداوند در قرآن عظیم و شأن آیات زیادی دارد در رابطه با خلقت ما، خصوصا این آیه که می‌فرماید یا ایها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، که در اینجا حضرت حق می‌فرماید که بهترین شما در نزد خداوند متقی ترین شما می باشد. متاسفانه در این اواخر عزیزان بعضی از ویدیوهای را ما در فضای اجتماعی دیدیم که جدا متاثر شدیم. ویدیوهایی که مربوط می شد به برادران و خواهران و اطفال و کهنسالانی که چگونه کوچ داده می شدن به سمت افغانستان. هر کسی این ویدیو را ببینه جدا متاثر می شود. البته عزیزان لازم هست که ما اینجا اشاره بکنیم ملت بزرگ افغانستان، ملت شهید پرور افغانستان، ملت بزرگ ایران و ملت شهید پرور ایران، اینا با هم همیشه متحد بودند و ملت یک پارچه بودند. اما متاسفانه در این اواخر بعضی از دستها است که میخواهند این دو ملت را از هم جدا بکنند. خاطر نشان بکنم که ملت افغانستان در جنگ تحمیلی که در ایران رخ داد چقدر شهید داد و چقدر خدمت کرد و همچنین در مبحث داعش چقدر از افغانهای عزیز ما رفتن و دفاع کردن از سرزمین اهل بیت و حتی نگذاشتن که داعش به ایران وارد شود. ولی متاسفانه این اواخر بعضی دستها کار میکنن که روابط صمیمی که بین این دو کشور هست، روابط صمیمی که بین افغانستان و ایران می باشد را خدشه‌دار بکنند. ماها نقاط اتصال بسیار زیادی داریم، نقاط مشترک بسیار زیادی داریم. اهل بیت ماها را به همدیگر متحد می سازد. زیارت آقای امام رضا، بیبی معصومه قم و همچنین قرآن که کتاب وحدتی از بین این دو ملت. ما بسیار نقاط مشترک داریم، زبان ما، فرهنگ ما، همه اینها نقاط مشترکی هست که ماها را به همدیگر وصل می کند. اما این اواخر بعضی از حوادثی که اتفاق افتاده است متاسفانه قلبهای خیلی ها را مکدر ساخته است. و ما از مسئولان ذی ربط، کسانی که در دایره مهاجرت فعالیت میکنند، برادران ایرانی ما، خواهش میکنم که حساب افغانهای عزیز ما، برادران و خواهران عزیز ما را با یک عده‌ای که شاید کارهای بدی انجام داده باشند شما حسابشون یکی نگیرید. ملت بزرگ افغانستان ملت وفاداری هست و همچنین ما نمیتوانیم یک عده خاصی که در جمهوری اسلامی ایران جاسوسی کرده باشند تلقی بکنیم که همه اونا جاسوس هستند. حساب دو تا ملت حساب پاکی هست و ما از همه شما عزیزانی که این ویدیو رو میبینین تقاضا میکنم برادران و خواهران و مسئولانی که ذی ربط هستند حساب همشریای عزیز ما را و وطنداران گلمان را از حساب بعضی از عزیزان دور داشته باشین و انشاءالله دعا میکنیم که خداوند ظهور آقای امام زمان را میسر بگرداند تا بتوانیم هم ملت ایران و هم ملت افغانستان در سایه حضور آقای امام زمان به همدیگر انشاءالله متصل شوند و بتوانند خدمتگزار قرآن و اهل بیت باشند. یا علی مدد. خدا حافظ و ناصر همه شما.